دادگاه ولایت سوخ در دو مرحله دادگاهی ایوب رجبوف 50 ساله و منصور یوسفوف 60 ساله را در کشتار ضیاءالدین کیمسنوف 48 ساله گناهکار دانسته و به مدت 20 سالی روانه زندان نموده است. حادثه تابستان سال 2023 در شهر کانیبادام رخ داده و آخر سال 2024 حکم صادر شده است. دو خانواده به بیگناهی نزدیکانشان باور دارند، ولی تفتیشات گفت آنها این قتل را به گردن گرفتند و نزدیکان میگویند اقرار زیر شکنجه دلیل بودن نمیتواند. وای سوتان خسته گفت که من جگرم ادا گردم ادا حتی من یکونم اجام خسته نتونستم قورغم شکستگی 10 روز من توق موندم. از گفتای شوهرم که اینجا زوریواری کردی این همه ساختکاری خجینم عموما این کیمسنوفدگی آدم ندیدگی نمیشناسنم یگان بار هم گپم نشدگی و آدم کتی. رجبوف و یوسفوف قریب 2 سال باز در این مقامات را میکوبند تا پرونده عادلانه و از روی حقیقت تحقیق شود. گفتن که شوهرم رجب جان من کرگیم نیه من اما شما با طلاق میکنم سدیه من از که گردنمون اومدگی باشن از دیگه اومدم اینجا انده دکزات کرد چیان پیش هم انده دکزات کرد چیان ما مجبور کردیم مویه اینه از دیگه یک بار گویدم من پیش هم انده اثبات کرد چیان گفتگی شریکشانم خود به این نگفتنده ما کردیم ما نیست باید. کشتزار ایوب رجبوف و منصور یوسفوف پهلوی همند و آنها برای آبیاری آن اکثرا همراه می رفتند. ضیاءالدین کیمسنوف کشته شده از آنها دورتر زمین داشته است. حادثه را کسی ندیده است ولی کیمسنوف گویا در همین جا کشته شده است. اکنون ما دیدگمان آباد شده گفتد جنگ کرده ساخته اروش بگن ما ندیدیم شاید آبروچه و کشادی گفته جنجال کردند. خلاص آنها 2 نفر با بچه من زنازنی کرده بیهوش کردند. شاید کشته بعد به یک چقوری ریگزار پرتافتند. به فکرم پایش را شکستند چون که در جسد این را دیدید. دیگر پایش بود. کلش را در تشخیص معلوم کردند که شاید با بیل یا کلن استخوانش را شکستند. شنوستن کسکن منش اتن کسکن مناقشه ناگهانی خاراکتری معاشی داشت. ضیاءالدین کیمسنوف ساکن دهه حصارک شهر کانیبادام روز 30 ایون سال 2023 به طور مرموز گم و قریب بعد از 1 ماه جسد او از غار پیدا شده است. به قول پیوندانش جسد او را برای دفن بعد 1 ماه دریافت شدنش یعنی پس از قریب 2 ماه کشته شدنش به نزدیکان دادند. طول این وقت از مقامات تفتیشاتی گفتند که جسد فرزندشان را تشخیص کردند تا که ایزی قاتلان را معلوم کنند. گرفتن نظر ساکنان و دهقانان دیگر به این حادثه مشکل است. هر دو جانب میگویند که تا سر زدن این حادثه هیچ جنجال را برای آب شاهد نشدند. حالا پیوندان 2 محکوم شده خواستار تفتیش عادلانه هستند. آنها میگویند بازداشت و حکم‌های 2 سال آخر نشان می‌دهند که بی اثبات و شبهه‌ناکند و حکم نزدیکان آنها نیز همین گونه است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کانیبادام.